العربية بين يديك، سلسله آموزش زبان عربی، بخش دوم، الاسرة، خانواده. الدرس الرابع عشر، درس 14. تراکیب نحوی. تمرین اول. البته در این تمرین سوال و جواب بین دو شخص تبادله میشه و چنانچه در مثال اول و دوم میبینیم. شخص اول میپرسه این المعطف، بالاپوش کجاست؟ شخص دوم جواب میده هذا هو المعطف، این است بالاپوش. مثال دوم این الغرفة، اتاق کجاست؟ جواب هذه هي الغرفة، این است اتاق. بعد از این مثال های بعدی را به همین منوال تکمیل میکنیم. این الابن، هذا هو الابن. این المصلى، هذا هو المصلى. این المسجد، هذا هو المسجد. این الحمام، هذا هو الحمام. این السورة، هذه هي السورة. این الشجرة، هذه هي الشجرة. این النظارة، هذه هي النظارة. این الابنة، هذه هي الابنة. با تمرین دوم انتقال میکنیم. باز هم در اینجا سوال و جواب بین دو شخص صورت میگیره، البته مانند این دو مثالی که در آغاز میخوانیم. سوال این سعید، سعید کجاست؟ در جواب گفته میشه سعید فی الغرفة یقرأ القرآن، سعید در اتاق است و قرآن میخواند. مثال دوم، البته مثال اول برای مذکر است و مثال دوم برای مؤنث. این سعیدة، جواب سعیدة فی الغرفة تقرأ القرآن، سعیده در اتاق است قرآن میخواند. مثالهای بعدی را تکمیل میکنیم. این صالح، صالح فی المسجد یصلی. این صالحة، صالحة فی المصلى تصلی. این شریف، شریف فی الحمام یتوضأ. این شریفة، شریفة فی البیت تتوضأ. با صفحه بعدی انتقال میکنیم. تمرین سوم، باز هم در اینجا سوال و جواب همراه شخص دیگر است که در مثال اول میبینیم من هذا، جواب هذا والدی عدنان هو مهندس. البته در اینجا سوال میشه که این کیست؟ جواب این پدرم عدنان است و همچنان وظیفهش میگوییم که مهندس یا انجینیر است و به امی منوال تماما مثال های آتی را حل میکنیم.
من هذا؟ هذا عمي عمر، هو مهندس، هو مدرس. من هذا؟ هذا جدي سالم، هو طبيب. من هذا؟ هذا أخي صالح، هو طالب. من هذا؟ هذا صديقي علي، هو معلم. تمرین چهارم. شما مثال ها را چنانچه در مثال اول میبینیم به همان قسم و به همان منوال تحویل میکنیم. مثلا میگویم هذا والدی عدنان، هذا والده عدنان، این پدرم عدنان است، این پدرش عدنان است. پس مثال های باقی مانده را به می شکل حل میکنیم. هذا والدتي خديجة، هذه والدته خديجة، هذه أختي سلمى، هذه أخته سلمى، هذا عمي عثمان، هذا عمه عثمان. هذا ابني علي، هذا ابنه علي، هذه عمة عائشة، هذه عمته عائشة، هذا صديقي أحمد، هذا صديقه أحمد. با صفحه بعدی انتقال میکنیم و در این صفحه خلاصه تراکیب نحوی دیده میشه. یک، البته این برای مذکر و مؤنث یعنی کجاست. اگر چیزی که ما پرسان میکنیم مذکر باشه یا مؤنث با سوالیه این آغاز میکنیم. میگوییم که این المعطف، این النظارة، این سعید، این سعیدة. دو، من یعنی کیست. من هذا، من هذه، من أنت، من أنت، من هو، من هي. سه، البته هو باید بعدیش مذکر باشه و هي بعدیش باید مؤنث باشه. هو اشاره به مذکر است و هي اشاره برای مؤنث است. هو يتوضأ، هو يصلي، هو يقرأ، هي تتوضأ، هي تصلي، هي تقرأ. چار، ببینین در ستون اول سعید مذکر، سعیدة مؤنث. پس میگویم سعید فی المسجد
وسعيدة في المسجد. سعيد في المصلى وسعيدة في المصلى. سعيد في الغرفة وسعيدة في الغرفة. سعيد في الحمام وسعيدة في الحمام. هیچ فرق نکرد. 5. هذا وهذه. هذا اسم اشاره برای مفرد مذکر و هذه اسم اشاره برای مفرد مؤنثه. هذا البته مذکر است و بعد از او هذا مذکر است و ضمیر هم باید مذکر باشه. میگیم هذا هو المعطف، هذا هو المسجد، هذا هو المصلى. بعد از او به مؤنث انتقال میکنیم. هذه اسم اشاره است، هی ضمیر مؤنث است. برای غایب میگیم هذه هی النظارة، هذه هي المهندسة، هذه هي الطبيبة. مثلا ما گفته نمیتونیم که هذا هو النظارة، یا گفته نمیتونیم که هذه هي المصلى. باید صیغه ها باید با تناسب هم صورت بگیرن. 6. هذا و همچنان هذه. وقتی که اشاره به ضمیر مؤنث میکنیم یا به شخص مؤنث میکنیم یا به مذکر، باید که اشاره هم باید به تناسب آن باشه. میگیم هذا والدی عمار، هذا والده عمار، هذا جدي عمار، هذا جده عمار، هذا عمي عمار، هذا عمه عمار. البته والدی پدرم، والده پدرش، جدی پدر بزرگم، جده پدر بزرگش، عمی کاکایم، عمه کاکایش. بعد از این به مؤنث انتقال میکنیم. هذه والدتی آمنة، هذه والدته آمنة، هذه جدتي آمنة، هذه جدته آمنة، هذه عمتي آمنة، هذه عمته آمنة. البته چنانچه در اینجا ملاحظه کردین، والدتی مادرم، والدته مادرش، جدتی مادر کلانم، جدته مادر کلانش، عمتی عمه من، عمته عمش. 7. در اینجا ببینین که تماما هو و هیه. در 7 هو را میبینیم و در 8 هیه. باید که تماما بعد از هو اسمایی که مذکر باید باشه و بعد از هیه همچنان در اینجا چنانچه اسما رو میبینیم همش مؤنث است. هو طبیب، هو مدرس، هو مهندس، هو طالب، هي طبيبة، هي مدرسة، هي مهندسة، هي طالبة. دوستان گرامی، درس 14 در همین جا به پایان رسید.